خب اینجا بسیاری کسا میگفتن که چی جور میشه، مترو جور میشه، این راست نیست؟ راست است. و معلومات درباره از اینکه خط ریل و خط آهن جور میشه پوچ پراگند هم گفته میتونیم یا که به زبان ها هست. بیخی خوبه، سهولت است برای مردم منطقه هم خوشحال میشه، همه کشور هم توسعه پیدا میکنه. سلام وطنای گل نازنینم، ان شاء الله که جور صحتمند سر حال باشین. بازم از ما با گزارش دیگر در خدمتتان. اما تنهای عزیز، قسم شما بیننده هستین در جایی که ما فعلا قرار داریم کار جیان داره. این سرک است که دالمان و شرک آجنبی وصل میکنه. دیگه در ادامه ما را امروز کنین میریم از کسایی که اینجا کار میکنن اینجا پرسجو میکنیم که علت از اینکه این سرک واسازی میکنن چی است و چی میخواین جور کنن. قسم ما در آخر خبر شدیم اینجا میخواین مترو جور کنن. دیگه ما را امروز کنیم ببینیم چی گفت و همچنین انار پلاس یادتان نره. سلام علیکم. خب هستیم جان بخیر حتما. اسمتون؟ نیازگل. نیازگل. خب میشه به ما بگین خودت چی کار میکنی اینجا؟ اینجا سرک سازی کار میکنم. سرک سازی میکنی؟ بلدوزر امیر چی میگن؟ امیر لودر میگن چی میگن؟ خب بسیار خوب. خب میشه برام معلومات بدید که چی جور میکنن؟ چی میگفتن مترو جور میکنن چیزه؟ سرک جور میکنه. تنها سرک جور میکنن؟ خب در آخر ما خبر شدیم که میگفتن که مترو جور میکنن. این چطور راست است نیست؟ چی؟ مترو گفتن جور میکنن. نه سرک جور میکنن. تنها سرک جور میشه. خب بسیار خوب. چند شده که کارتون در اینجا جریان داره؟ اینجا کار میکنه 3 ماه شده اینجا کار. 3 ماه شد کار جریان داره. به نظر چه وقت دیگه در بر میگیره؟ معلوم نیست چه وقت 3 ماه بعد خلاص شه 2 ماه بعد خلاص میشه معلوم نیست اینجا. خب یعنی یک 3-4 ماه دیگه حتما خلاص دیگه. ان شاء الله تا زمستان خلاص خواهد شد. ان شاء الله خلاص میشه. بخاطر که خوبتر از زودتر خلاص زمستان نمیشه یک ذره مشکل است. ان شاء الله زمستان خلاص. خب در کجا واصل شده این جوی ازی؟ این جوی اینجا واصل شده. همین نقطه اصلی ازی نمیفهمی که در کجا باز میره این کل هوا ازی؟ ولا نه دیگه نمیفهم کجا میره. این خود از جای فقط معلومات داری که میاد اینجا واصل شده دیگه خلاص دیگه. دیگه ما اینجا کار میکنیم دیگه پایین نرفت. چه خواهم اینجا خودت کار میکنی اینجا؟ 15 روز میشه که خب نه اومدی خودت؟ نه اومد. صحیح. بخیر باشه راجان مونده نباشی. خب ما تنهای گلم دیگه همینجا قسم شما دیدین نظریات از این یاران گرفتیم این معلومات خود درباره این سرک دادن ما. دیگه بعد میریم مسئولین اصلیش گیر میکنیم که ببینیم که اما کسایی که میگفتن اینجا مترو جور میشه یا که میگه واقعیت داره یا نداره. همینجا در کنار ما یکی لالای ما یکی از باشندگان این منطقه قرار داره. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید حتما؟ سلامت باشید. اسمتون؟ مصطفی جان. خب میشه برام بگین شما در این منطقه زندگی میکنین؟ بله ما یکی از باشندگان این منطقه هستیم. قلعه بختیار میگن همینجا زندگی میکنیم. چه خواهد میشه که زندگی میکنین؟ حدود بیشتر از 30 سال میشه که زندگی میکنیم. بیشتر از 30 سال. یعنی از امو خرابی یا امو سرکی که بسیار به وضعیت خراب بود و یا حالا فعلا در حال بازسازی است دیگه از کل حالات شما با خبر هستید. خب میشه که نظریاتتون درباره ازی بتین که قبلا این سرک چه رقم بود و حالا خود حال بازسازی است اگه جور شه چه رقم از خوب میشه نمیشه؟ قبلا که سرک خراب بود و حالا در جریان است. شما خودتان شاید هم هستین شاید کدام دفعه خودتان هم این طرف گذر کرده باشین. سرک بسیار وضعیت خراب را داشت بخصوص در زمستان ها. ما به خیلی یک شرایط سخت و ناگواری جد سردچار بودیم و خصوصا وقتی که پانتون میرفتیم و مکتب میرفتیم سرک کاملا خامه بود خاک بود و یعنی کلا مردم بسیار به عذاب بود. مردم مکمل به عذاب بود. راه رفت آمد درست نبود برای این باشنده این محل. دیگه فعلا که سرک جور میشه خوش هستیم. جای خوشبختی است که وطن آباد میشه و ما به سوی پیشرفت روان هستیم و حالی منطقه هم میشه برشون سهولت ایجاد شود. راستم شاید هر هموطن ما که مثلا دمیجه که سکونت دارن دیگه پرسان کنیم همین نظر بتن یعنی بسیار خوش هستن از اینکه سرک جور میشه و در قالی ازی شهر ما آباد میشه مقبولتر میشه. گفتی از لالای ما میگن هر چقدر خوبتر شه مقبولتر شه ما خوش هستیم. خب در آخر بعض گپ زبان زده های همه مردم ما بودن که همگی میگفتن که اینجا شاید مترو جور شود. دیگه نظر خودت در چی است که تا شنیدی گپ نشنیدی اگر جور شود چطور است به نظرت؟ این سرک است طبق معلوماتی که من دارم دو سرکه جور میشه با قیر و معلومات درباره از اینکه خط ریل و خط آهن جور میشه پوچ پراگند هم گفته میتونیم یا که به زبان ها هست اما معلومات دقیق هنوز راه نشده این قسمت. اگر هم شوه ما خوش میشیم. خب اگر شوه شاید اول نفر خبر شوه شما باشین بخاطر که اهالی منطقه هستین شما. اگر خبر شوه اگر شوه خب خبر میشیم و شوه هم خوش میشیم جور شوه و این در اختیار دولت است و تصمیم دولت است که چی میکنن. اگر شوه ما خوش میشیم. قسمت بیشتر یادآور شدم گفتم اگر چون این جای جور شوه مترو جور شوه یک وسیله نقلیه دیگه شهر کابل اضافه میشه بسیار باعث پیشرفت است دیگه. می خودش یگانه خوشایند است واقعیت
و یکی بسیار از باس و موتر و تاکسی و ریکشا، یعنی از همه چیز که خوبتر و زودتر همون میرسن. همون درست نه؟ شاید دیده باشین اگر ما شما در وطن ما ندیدیم در فیلم ها دیدیم واقعا خوبتر است. همگی خوش است از اون دیگه. خب به نظر چه خواهد میشه که همین کار جریان داره؟ فکر کنم بیشتر از 9 ماه میشه. بیشتر از 9 ماهی که کار جریان داره؟ کار جریان داره اما پلانش تطبیق شده روان است و از بیشتر از 9 ماه فکر میکنم کار جریان داره. همینجا مسئولینش گفتن که شاید یک 2-2.5 ماه ان شاء الله خلاص میشن. هر چیز زودتر خلاص شه همون قدر برای ما فایده است. اگر خدا کمک کنه راست میگن اگه تا زمستان بخیر خلاص شه، اگر زمستان دیالات باشه بسیار مردم بذاب میشه. امیال چقدر خاک گرد و غبار یعنی واقعا بسیار زیاد است. اگر به ایالت بونه واقعا بسیار مردم بذاب میشه. من فکر میکنم کار به سرعت جریان داره ان شاء الله با توکل خدا که خلاص میشه. به خاطر یک منطقه است پر رفت آمد. اگه اینجا ما فعلا قرار داریم درست است که شاید دشت و کوه بالا باشه اما وقتی که با آخر از ایجاد میرسیم شهرک امید سبز میگه خیلی مردم اونجا زیاد است، فامیلا زیاد است، نفوذ زیاد است. همین راه رفت آمد ماست، یعنی راه پر رفت آمد است، باید زودتر جور شود. سلامت باشید لالا جان. سلامت. تشکر از اینکه وقت دادی. ببخشید دیگه. این لالای ما نظر خدا داد، واقعا نظراتشون نیک بودن دیگه. راست میگن اگر اینجا خوب زودتر جور شود کار خوب جریان داره. میفهمن که میگن خبر دارین که میگن در روزهای جمعه تا کار جریان داره دیگه. خوب است که کار جریان داشته باشه و زودتر به زودترین فرصتی تمام شود تا متنای ما از سهولتی که ایجاد میشه برای بگیرن. خب دادا ما رو امری کنین. خب همیشه یک لالای دیگه ما هست. همیشه سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ اسمتون؟ عتیق الله جان. خب میشه ما بگید کار دیگه چی است؟ کار پروژه است دیگه، از خاطر سرک است. خب کار صحیح است فهمیدیم. وقتی میشه کسی رو در میاد کسی مثلا میاره مواد هر چیزشون یک بخشش مربوطه که میشه. اصلا کار چی است؟ از خود من سنگار روسی میپرتیم. خب کار تو وقت خیلی دیگه. فقط سنگای کلانش اوسمون دادی یا خورتر کارم. کلانایش میرسم. خب تنها کلانایش اوسمون دادی گوشه میکنه. دیگه شوار میشه. دیگه شوار میشه. چند روز میشه که مدیش کار میکنی؟ 4 روز میشه. 4 روز میشه. خب بیشتر بسیاری کسا میگفتن که چی جور میشه؟ مترو جور میشه. راست نیست؟ راست است. آدیگه بسیاری کسا همکارای دیگه تون پرسان کردیم میگن چیسته؟ تنها دو دانه سرک جور میشه، مترو نمیشه. ما چم دیگه بعضی کسا میگه جور میشه، بعضی کسا ما 4 روز میشه. نه خب خودت خبر نداری اما خودت شنیدی میگه. شنیدم میگه. خب اگر جور کنن در کدام اسمش جور خواهد کردن؟ مایبا نیست او سوز کدام سن؟ ما چم میگه جور میشه او مشخص نگفتن. خب اگر جور میشه باید از میال آمادگی میگیری گفته میشد نه که چرا همونجوری مترو خود باید یک جای صحیح داشته باشه دیگه نه. وقتی از که ممکنه تنها سرکاش جور شده جای مترو نیست فعلا نه. یا حتما اون شایعه که مردم در بین مردم پخش شده شاید دروغ بوده باشه دیگه نمیفهمیم دیگه. شاید مردم. خب بسیار خوب. به نظرت چقدر دیگه اینجا همین کاریاش تمام میشه؟ ما چون دیگه معلوم نیست دیگه اگه باران شوه باز تعطیل شوه. خب در باران تعطیل میکنین؟ یعنی شما تمام فعلا روز از طرف روز کار میکنین؟ از طرف روز. شب کاری ای جریان نداره؟ نه امروز بعضی کسا نامده، بعضی کسا رو گفتن بیاین مجبوری است دیگه. ما از مجبوریت اومدیم اینجا. راست میگین. خیر سلامت باشی. بخیر باشی. واد مانده نباشی دیگه. میشه به ما بگویی که همین کارتون است تنها سنگای از گوشه میکنین؟ بلاس همین کار ماست، پر کردن سرک هست، گجر بنجر کارا. چی میگم مایده کاری مربوط خودت میشه دیگه؟ مایده کاری است. خب بسیار خوب. عالی. این سنگای خردرک یور کل جور انجام میکنین؟ خردرک نمی توتای سمت است، توتای خشت از این سنگایی که مثال از این ریدش کلانتر باشه اونا رو جمع. خب یعنی این شاید اینا غرض نگیرین دیگه نه؟ این سنگا و یورا اینا رو غرض میگیریم از این با مایده تر خب یا کلش در سرک میره دیگه باز نه؟ دیگه میره. خب بسیار خوب. میشه بگین چه وقت میشه چه کار میکنین؟ امروز 15 روز میشه. 15 روز میشه. خب بسیاری نوکارای دیگه بود که 3 روز و 4 روز میشه که اومده بودن. چون سوالای داشتیم مثلا. خب ما در واقع خبر شدیم که خب سرک ساخته میشه، گفتم مترو هم ساخته میشه. شما خبر دارین ندارین؟ چی ساخته میشه؟ مترو. خبر نداریم. تنها سرکی رو خبر دارین؟ خب نظرتون درباره زمین اگر مترو همینجا ساخته شود چی است؟ بیخی خوبه، سهولت از برای مردم منطقه هم خوشحال میشه، همه کشور هم توسعه پیدا میکنه. راست میگین. خب به مراتب شاید از موتر و بس و این چیزا که بسیار خوبتر باشه. بیخی خوب میشه 100%. مترو بهترین چیزه. یعنی نه لالای ما یا موتر ما میگه که مثلا اگه مترو شود شاید نظری کلگی هم تو باشه بسیار خوب میشه، به مردم هم سهولت میشه. گفتی خود از اینا باعث پیشرفت وطن ما میشه که یک چیز دیگه هم اضافه میشه در جمع وسایل نقلیه ما نه. سلامت باش لالا جان. برو بخیر کار دکو. ببخشید مزاحم شدیم. خب میشه برام بگین شما شاید اینجا وقت شروع کرده باشین کارا؟ بله. چه وقت میشه شما شروع کردین؟ ما خود یک ماه یک نیم ماه میشه. خب یک کار خود
تقریبا 5 ماه میشه که شروع شد. خب از کار زیاد میشه، فقط از شروع کار شما 1 ماه میشه، 1 و نیم ماه. بله. خب میشه برام بگین اگر نظرتون درباره زمین باشه که چه وقت دیگر در بر میگیره اینجا؟ شاید 1-2 ماه 2 نیم ماه دیگه هم در بر بگیره. خب در کل اگر فکر کنیم شاید تا زمستان خلاص شود. بله. باختر از که اگر زمستان شاید کار استاپ باشه نمیشه کار در زمستان نمیکاره. زمستان خو ادامه داده نمیتونیم به خاطری که مواد که انداخته میشه تیر یخ میزنه. به خاطر از اینکه زمستان خنک می باشد، یخ می باشد، کار ما توقف میشه. خب یک لالای دیگه ما اونجا پیشتر گفت حتی باران که میشه ما کار استاپ میکنیم. اما کار استاپ میشه، ماشینگیری کار کردن نمیتونه. به خاطری که باران باشه، گل و لای می باشد، رولای ما کمپکشن کردن نمیتونه. شاید هم چیزی اون گرفته شاید پس بچسبه اما درسته؟ بله کار خراب میشه، جور نمیشه، خراب میشه. خب خودت دیگه قرار شیشتی دیگه حالیجا. والا ما مسئول نمی کارگرا هستم، نمی کارگرا اومده یا بیچاره کار میکنه، سنگار اوس میکنه، ماشینگیری ما کلش شده توقف است. اگر شما کدام روز دیگه اومدین کل ماشینگیرای ما بخیر. صحیح. ان شاء الله باز می امروز دیگه میگم سلامت باشی، زنده باشی، بخیر باشی. خب اگر نه لگم تو بسات نمیشه چطور خوش میشی نمیشی؟ چرا نمیشم؟ دیگه مردم خوش میشم، من خوش هستم، کارم میکنم، جای ما اینجور میشه، وطن ما خسته میشه، امنیت هم میاد، کلاگی خوشم است دیگه. کار خودت هم میایده کاریز دیگه. ها اینم کار ما دیگه. کارکای سبک است دیگه. تو با ایران هم رفتی یا نه؟ نه یک جام سفر نکردم داخل افغانستان. خب بسیار خوب بسیار خوب. خیر باشه برو کارکت کو بخیر باشی، مونده نباشی. دیگه ما بگین کار شما چیه دیگه؟ کار ما اینمی ریزشکاری است که نمی سنگایی که یک ذره کلان است پسش میکنیم که معاینه و چیز نبره دورش میکنیم. خب بغیر از دیگه کدام کار کرده میتونی؟ بغیر از این خودم کسبیست ملابس ساز هستم. خب بسیار خوب. خب حالا هم کارت است؟ در کالجی که آمدی؟ هست نه دکان دارم کار نیست می آمدیم. خب خیر شکر خیر آدم یک لقمه روزی حلال پیدا کنه میده کجاست. مهم نیست که اونجا باشه و اینجا شو هر جا که شو. نمی کدام غیرت میکنه کار میکنه میده کجاست. خب نظر خود درباره ازی راستی همیشه چند سال جور میشه؟ اینجا 2 سرک است. 2 سرک است؟ گلدان است. یک لالای دیگه بیشتر که 3 سرک است. ما گفتم چه رقم یا 2 تا جور میکنن یا 3 یا 4 تا. این چرا 3 دانه جور کردن گفت نمیفهم. اصل 2 سرک بوده. او دیگه مربوط به شیست میشه اون میفهمم پروژه را تر میفهمم. خب نظر دیگه درباره ازی که مترو جو گفتن جور میشه نه نمیفهم باز اینا میگن نمیشه یا چطور چی کار اگر جور شود چی است به نظر خوب است تر از ثباتیس با وطن است خوب است راست میگین یعنی هر چقدر که پیشرفت شده وطن ما به کل مفتخر است وطن مقبول‌تر میشه مقبول‌تر میشه دیگه که بسیار سهولت میشه به وطن ما که نظر میتونن تا 2 دقیقه شاید منزل خود برسن نه سلامت باشی برو بخیر باشی مونده نباشی بازم خب اما تنهایی گلم کسب شما دیدین ایجامدی هم با تمام مسئولینی که امیجا بودن تمام کارگرایی که اینجا بودن و صحبت‌های داشتیم همین سرک که از دارلمان تا سرک آجنبی که زیر دست دارن و بازسازی میکنن و جور میکنن دیگه اصل مطلب ما این بود که در اینجا آمدیم بخاطر از اینکه در آخر شما هم شاید آگاه باشین که گفته بودن که اینجا مترو ساخته میشه دیگه ما که اینجا آمدیم مسئولینشون گپ زدیم گفتن که فعلا تو کدام گپ نیست یعنی تو کدام خارجی جان نداره که بخواین مترو بسازن اینجا فقط همین 2 سرک که دمیج بازسازی میشه که یک سرک رفت یکی دیگه شو آمده است دیگه می فقط کار از همین جان داره و از مترو فعلا کدام خبر نیست گفتن شاید در آینده ها دیگه می پلان داشته باشن که همین چنین چیزی جور کنن دیگه فعلا گفتن نیست خب ما هم کوشش میکنیم تا بهترین برنامه رو تقدیمتون کنیم و هر جا از هر نقاط شهر کابل چیزایی که بازسازی میشه جایی که بازسازی میشه و جور میشه و یا میخوایم شما را آگاه بسازیم دیگه امیتون بالای متعال میسپارم شب و روز خوش داشته باشین وانا گفتن امانه انار پلس ها سابسکرایب کنین لایک کنین نظرتون در کامنت با ما شریک سازین و همچنان اوید دوستایی که کامنت میتن نظریات خود میتن باز دیگه قبول میکنیم و کوشش میکنیم که در آینده بهتر و خوبتر شویم موفق کنگار باشین